سلام دوستان و همراهان گرامی. در این جلسه قصد داریم راجع به کنترل جوندگان در مرغداری در راستای امنیت زیستی باهاتون صحبت کنم. جوندگانی مثل موش خانگی و صحرایی با خوردن غذا و خوراک موجود در محل پرورش و فاسد شدن ادرار و مدفوعشون و انتشار آلودگی و با آسیب رسوندن به تجهیزات و تأسیسات و همچنین خطر آتش سوزی به دلیل آسیب به تجهیزات برقی میتونن عامل اصلی هزینه در مرغداری باشن. همچنین به دلیل بیماری هایی که ممکنه حاملش باشن نظیر گونه های سالمونلا میتونن منجر به ایجاد مشکلات در سلامت گله و محصولات تولیدی و بهداشت عمومی بشن. 100 عدد موش صحرایی میتونه سالانه 1 تن خوراک مصرف کنه و 10 تن خوراک رو با فضله و ادرارش آلوده بکنه. تنها یک جونده آلوده میتونه کل گله رو آلوده بکنه. همانطور که گفته شد علاوه بر خطر عفونت، جوندگان میتونن به ساختمان و تجهیزات به ویژه خطوط آب، کابل‌های برق و پانل‌های عایق آسیب جدی وارد کنن. آسیب به کابل‌های برق میتونه منجر به اتصال کوتاه و آتش سوزی بشه. به همین دلیل یک برنامه مؤثر جهت کنترل جونده‌ها ضروریه و باعث ارتقای سلامت و رفاه گله میشه و از سرمایه شما رو در تولید تخم مرغ حفظ میکنه. برای تنظیم یک برنامه مؤثر کنترل جونده‌ها باید بدونید که با چه موجودی سر کار داریم. موش‌ها حیوانات باهوش و اجتماعی هستند و میتونن در اجتماعات 100 نفری زندگی کنن. موش‌ها تمایل زیادی به تونل زدن دارن، مخصوصا در خاک و یا زیر پوشش‌های مطمئن مثل انبوه زباله، سنگ و غیره. ترجیح میدن در تاریکی حرکت کنن. به دلیل چابکی و مهارت در فشار دادن و نفوذ از شکاف‌های کوچکتر از 1 سانتیمتر دور نگه داشتنشون از مرغداری‌ها و انبارهای خوراک بسیار دشواره. موش‌های صحرایی خیلی سریع تولید مثل میکنن. 1 جفت موش در 9 ماه تا 500 عدد موش تولید میکنن. موش‌های خانگی 42 روز پس از تولد به بلوغ جنسی میرسن. به همین دلیل جمعیتشون میتونه سریع رشد بکنه. موش‌ها بیشتر غذای خودشونو در شب میخورن. معمولاً 1 وعده غذایی رو در اوایل شب و 1 وعده دیگر رو تا صبح میخورن و به ندرت در طول روز فعال هستن و این موضوعی که اجازه میده قبل از اینکه متوجه بشی جمعیتشون رشد کنه. اگر در طول روز موش دیده بشه نشون دهنده آلودگی قابل توجهی از جمعیت موش هاست. زمانی که چراغ‌ها در سالن پرورش خاموش میشه کنترل موش‌ها نیاز به توجه ویژه و مداومی داره. موش‌ها نه تنها به سازه‌ها و تجهیزات ساختمان آسیب فیزیکی میزنن بلکه میتونن تخم مرغ‌ها رو بشکنن و بخورن و جوجه‌ها و پرنده‌های جوان رو بکشن. موش‌ها حامل عوامل بیماریزای مشترک بین انسان و دام هستند. پس از تمیز کردن و ضد عفونی کامل سالن مرغداری، جمعیت موش‌ها میتونن آلوده به باکتری‌ها و ویروس‌هایی باشن که گله بعدی رو تا 10 ماه آلوده کنن. موش‌ها همچنین حامل انگل‌هایی مثل کنه، پشه و کک هستند و همچنین به دلیل سر و صدا و حرکات خودشون باعث ایجاد مزاحمت عمومی برای پرنده‌ها در سالن میشن و این باعث مرگ و یا کاهش راندمان تولید خواهد شد. حالا چطور این موضوع رو کنترل کنیم؟ هزینه کنترل و پیشگیری در مقایسه با تلفات ناشی از آلودگی ناچیزه. یه برنامه مؤثر جهت کنترل و پیشگیری شامل 7 حوزه فعالیتیه. مورد اول، به حداقل رسوندن نقاط دسترسی به سالن پرورش. شکاف‌ها و منافذ کل سالن و انبارها با موادی مثل ورق فلزی، مخلوط خرده شیشه و سیمان و موادی که قابل جویدن نباشه مهرموم بشه. مورد دوم، جلوگیری از دسترسی به آب، غذا و سرپناه. مورد سوم، از بین بردن مکانهای لانه‌سازی. اطمینان حاصل کنید هر ماده‌ای که برای موش‌ها جهت لانه‌سازی جذاب هستش رو در مکانهایی که به اونها دسترسی ندارن قرار بدید. اگر سالن رو نمیتونید ضد نفوذ کنید حداقل هر هفته وسایل رو جابجا کنید تا از استقرار موش‌ها و لانه‌سازی جلوگیری بشه. تمام مواد غذایی و تجهیزات رو روی یک سکو در فاصله حدود 60 سانتی متری از زمین و 60 سانتی متری از دیوار قرار بدید.
اطراف سالن رو همیشه مرتب و خاکش رو کوبیده نگه دارید. اگر علف هرز اطراف سالن و کنار تجهیزات داری، علاوه بر حذف علف‌ها، وسایل و تجهیزات رو جابجا کنید. در صورت مشاهده لانه در بیرون سالن، اونو با خاک پر بکنید. مورد چهارم، ایجاد شرایط بهداشتی مناسب در سالن، مثل مرتب کردن سالن و خارج کردن وسایل اضافه و تمیز کردن کنار دیوارها، تمیز کردن منظم و جارو کردن و از بین بردن تمام خوراک‌های ریخته شده در سالن و خارج کردن پرنده‌های مرده و تخم‌مرغ‌های شکسته. مورد پنجم، برنامه‌ریزی جهت طعمه‌گذاری و تله‌گذاری. مورد ششم، نظارت هفتگی بر جمعیت موش‌ها و به دنبال علائم حضور موش‌ها باشید. مورد هفتم، کنترل کارایی طعمه‌ها و تله هاست. برنامه‌های طعمه‌گذاری و به دام انداختن باید به محض احداث مرغداری شروع بشه. به خاطر داشته باشید جلوگیری از جمعیت موش‌ها به جای تلاش برای کنترل جمعیت پس از ایجاد جمعیت بسیار آسان‌تره. بر طعمه‌گذاری نظارت کنید، در صورت نیاز طعمه اضافه کنید و یا از طعمه جدید به دلیل مقاومت نسبت به سم استفاده بکنید. بهتر از سمومی استفاده بشه که به آهستگی جانور رو بکشه و از شرکت‌های تخصصی جهت اجرای برنامه کنترل استفاده کنید، چون یک برنامه مؤثر جهت کنترل جونده‌ها نیازمند دانش، تجربه و تداوم هستش. به طور مثال محصول زیرو رت یک جونده‌کش غیر سمی و بسیار موثره که با ایجاد انسداد گوارشی این موجودات رو از بین میبره و به صورت طعمه‌های آماده برای کنترل موش‌های انبار، موش سقف، موش خانگی، صحرایی و سایر جونده‌ها در انبار و سالن مرغداری قابل استفاده است. ویژگی این جونده‌کش اینه که به دلیل ندیدن هیچ علائمی، بدون نگرانی از مسمومیت و با میل و رغبت از طعمه‌ها موش‌ها تغذیه میکنه و فقط کافیه که هر موش 3 تا 4 قطعه از این محصول رو مصرف کنه و با این مصرف 4 تا 5 روز و به تدریج باعث مرگ جانور میشه و موش‌های دیگه متوجه علت مرگ نمیشن و مقاومتی نشون نمیدن. این محصول رو در 4 فصل سال و در تمامی مکانها و در حضور انسان، دام و طیور قابل استفاده است. طعمه‌گذاری یک روش کنترله که برای کنترل مؤثر باید از طعمه به همراه تله استفاده بشه. تقریبا تمام طعمه‌ها برای انسان، دام و طیور سمی هستن، بنابراین در استفاده ازشون احتیاط بکنید. اگر برای اولین بار برنامه کنترلی رو دارید انجام میدید، طعمه‌گذاری رو قبل از تخریب مناطق احتمالی لانه‌سازی انجام بدید، چون در صورت تخریب جونده‌ها به جای دیگه میرن و ممکنه گرفتار نشن. طعمه‌ها در مسیر حرکت جونده‌ها قرار داده بشن. طعمه‌گذاری هم در زمان حضور پرنده‌ها در سالن و هم بعد از خارج کردن اونا انجام بشه. بعد از خارج کردن و خروج گله بهترین زمان برای طعمه‌گذاری، چون به علت خارج کردن و حذف خوراک موش‌ها دنبال غذا هستن، بنابراین این طعمه‌ها براشون جذابه. ایستگاه‌های طعمه باید حداقل هفته 1 بار و ترجیحاً 2 بار جهت بررسی عبور و مرور و استفاده جونده‌ها چک بشن. اگر در ایستگاهی بیشتر از طعمه استفاده شده باشه، دلیلش حضور و تجمع در اون منطقه است که باید از ایستگاه بیشتری در مجاورت اون ایستگاه استفاده بشه. اگر به نظر میرسه برنامه طعمه‌گذاری کار نمیکنه و جمعیت تغییر نکرده، میتونید 10 روز رو تعطیل بکنید و طعمه‌گذاری نکنید، چون واقعا موش‌ها باهوش هستن و با این کار ممکنه بعد از 10 روز از طعمه استفاده بکنن. در صورت امکان آب کنار طعمه قرار بدید، چون اغلب همون موقع آب می نوشن. در صورت عدم دسترسی به آب، ایستگاه طعمه‌گذاری رو برای جستجوی آب ترک میکنن. برای تازه نگه داشتن طعمه‌ها بهتره هفته 1 یا 2 بار به طعمه‌ها اضافه کنید و مراقب باشید طعمه در جایی نریزه که پرنده‌ها به اون دسترسی داشته باشن. همیشه جزئیات برنامه طعمه‌گذاری را ثبت کنید. این موارد شامل سوابق مکان هر ایستگاه، بررسی ایستگاه و زمان اضافه کردن طعمه است. تله ها
گزینه دیگری هستند که باید در مسیر موشها قرار بگیرن. هنگام مواجهه با هجوم شدید تله ها باید هر شب چندین بار بررسی و تنظیم مجدد بشن. یکی از عیب‌های تله گذاری اینه که استفاده مداوم از اونها باعث اجتناب از تله برای موشها میشه. برای غلبه بر این مشکل تغییر محل تله و نوع تله به همراه نوع طعمه ممکنه مفید فایده باشه. تله ها باید نزدیک به دیوار، پشت وسایل و در گوشه‌های تاریک قرار داده بشن. تعداد تله ها بستگی به فضای سالن داره. باید روزانه تله ها بازدید و موش مردار رو جمع‌آوری و تنظیم مجدد کنید. همیشه جزئیات محل تله ها و تعداد موش‌های گرفتار شده رو یادداشت کنید. مکان تله ها رو اصلاح کنید تا تعداد تله ها رو در جاهایی که بیشترین تأثیر رو دارن افزایش بدید. دوستان عزیزم، امیدوارم مطالب مطرح شده در این جلسه هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه، برای اینکه به من انرژی بدید تا مطالب بهتر و با کیفیت تری رو خدمتتون ارائه بدم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و برام کامنت بذارید. ممنون از لطف و توجه شما عزیزان.